دوستانی عزیز سلام علیکم. طی چند روز ما با اورلاندو آمدیم برای استراحت و از این سفر برای آنهایی که چنین استراحت کردن میخواهند سه توصیه دادنی هستم. یکی اینکه وقتی که آمدید ریزورت ها را انتخاب کنید. آنها مثل ساناتوری یا کورورت هستند که داخلش پر از بسین ها و پول های آبازی و همچنین پارک های آبی دارد که خیلی 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 استراحتتان با فراغت میگذارد و همچنین اورلاندو با پارک های مخصوص خود معروف است مثل دیسنیلند. ما سال گذشته در یونیورسال، هالیوود و ماجیک کینگدم بودیم، اما این سال انتخاب کردیم که با اکواتیکا و سی ورلد بیاییم. از بین اون 5 پارکی که من رفتم، 2 پارک به من خیلی معقول شد، یعنی اکواتیکا و سی ورلد، بخصوص برای اونهایی که در نیویورک زندگی میکنند، چون که در اونجا بسین ها کمتر دسترس هستند و در این 2 باغ شما از بازی های آبی لذت میبرید. خب تابستان به آخر رسید، مبارک باشد و برایتان تیر ماهی با فراغت و با برار را آرزو میکنم.